guys, welcome to my YouTube channel. به کانال یوتیوب من خیلی خوش اومدید. خب امروز قراره ویدیوی آشپزی به سبک کوکی ماما داشته باشیم. میخوام شما رو به دوران بچگیتون ببرم. حتی لباسم هم مثل کوکی ماما هستش. بهم میاد یا نه؟ پسر شده؟ آره داشتم میگفتم این بازی یکی از بازی‌های مورد علاقه من تو دوران بچگی بوده. نمیدونم. خب این بازی یکی از بازی‌های مورد علاقه من تو دوران بچگی بوده. وای خندم میگیره خدایا. اوکی. و همیشه آرزوشو داشتم تو دنیای واقعی پیاده کنم. غذایی که داشتم بازی میکردم ببینم خوشمزه است خوشمزه نیست. پس حتما تا آخر ویدیو با من همراه باشین. قراره تست کنم جلوی شما ببینم ارزشش رو داشته یا نه. پس let's go. خب بچه مواد لازم برای املت پنیری 1 لیتر شیر، نمک، فلفل، کره، پنیر گودا، 5 تا تخم مرغ. خب بریم که خیلی گرسنم. خب بچه ها ساکت آخه با زر نز. خب بچه ها طبق تایمی که کوکی ماما خودش به ما زمان میده خب بچه ها طبق تایمی که کوکی ماما به ما میده ماما یه لحظه ببینم چی شده؟ طبق تایمی که کوکی ماما به ما زمان میده تایم و زمان دوبار استفاده کردم. خداییش حرف حساب داره میزنه. خب بچه ها طبق تایمی که کوکی ماما به ما میده خب ما باید به سرعت پنیر رو رنده کنیم. خب let's go. اوه همه شو باید بکنم. پنیر رو بکنم. وای سوختم خط سرت سوختم. هرچی بازی کرد باخت گریش در اومد. خب بچه ها ریدم. خب بعدم ریدم. هنر ریدن. بله ریدن هم هنری هست. ولی آشپزی رو که انجام بدیم دیگه. این چیه؟ تایمو دارم از دست میدم. خیلی سخته. وای خیلی سخته وای. با سوختم. پنیر من بزرگ بود باید. گوشت رو براتش کن. خب بریم برای تخم مرغ. این دو سه
so fucking easy, yeah. Wow, even better than mama. ببین دختر چقدر با استعداد و هنرمنده. نه پسر شاید این چرا یه کوچولو افتاده. این یه چوست اینجا افتاده با اینها. خب بچه ها تو این مرحله اول پنیر میریزیم هم میزنیم طبق تایمی که باز کوکی ماما به ما میده. آها بابا نکشه موضوع Wow, even better than mama. کره رو میدی؟ او یس. مطلب حقی بود. نکته ظریفی اشاره کرد بچه. میدونستم ولی خوب دیگه. دروغ نگو. A few moments later. سلام. Stop it. Get some help. Wow, even better than mama. بچه ها تو این قسمت از مرحله کوکی ماما خب باید این مواد رو بریزیم رو تابه. بعد اینجا فقط یه مشکلی که داره خیلی آروم میگه هم بزن، خیلی خیلی آروم، موقع میسوزه. و این غذایی که ما میخوایم درست کنیم املت پنیری، الان یکی از ویدیوها رو اینجا براتون میذارم، باید تون 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 هم بزنیم. اگه تون 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 هم نزنیم میسوزه. خب بهتر از روش نمیدونم حالا کوکی ماما برم یا از اون روشایی که تو تیک تاک گفتم که باید تون تون هم بزنیم. هر دوشو رعایت میکنم. بریم دیگه داشته باشیم. اوه چه سنگینه. خدا. او مای گاد. خب بچه ها شیر یک کوچولو انگار زیاد ریختیم. خب بعد باعث شده که خوب نپخه. نایس. احساس کنم قرار برینم. نه انگار ببین این نپخته. شکسته بود با ریده چوری همه چی بایدی گاوه؟ آقا شیر زیاد نریزیم. خب شیر زیاد ریختیم. شیر زیاد نریزیم، کم بریزیم. میگفتن زیاد و کم میریختیم. راست میگه دیگه. A few moments ago. ماما شیر چقدر بریزم همش بود. ریدم به به. خب بچه ها بریم برای دیزاینش. واقعا خیلی اصلا چیز شدم، انرژیم افتاد.
کلا ریخت و بیافش. آره دیگه خیلی شیر ریختیم. شیر نباید زیاد میریختیم، احساس میکنم. یکی هم اصلا هر کسی این غذا رو که انجام داده بازی کرده، حتی اصلا میگم بازی کرده تو کوکینگ ماما، خب سوخته. من چند بار خودم تو این مرحله سوختم. ناموسن؟ خیلی سخته و تو دنیای واقعی هم واقعا سخته. خیلی روزگار. ای خدا زیرا خود چیکار کنم؟ چرا اینجوری شد؟ کشتی هایم غرق شد. آی مثلا به حرف من گوش نمیده این مادر من. what's that؟ به حرف من اصلا گوش نمیده. اصلا فقط کار خودشو میکنه. بعد اصلا قبول نمیکنه که آره من اشتباه کردم، درست میگی فرزند. اوکی نزین نوبت خیار. برم که اینا رو درست کنم، بیام تستش کنم. حداقل امیدوارم مزهش خوب باشه. خب بچه ها غذا حاضر شد و میخوام براتون تستش کنم. و اینکه الان همه خوابیدن، فقط من بیدارم، مجبورم با صدای بلند حرف بزنم که صدامو راحت بتونیم بشنویم. فقط بچه ها میدونید چیه؟ غذا از بس خوشمزه بود نصفشو خوردم. جان بس من میام براتون تستش کنم. یه کوچولو خوردم. آره اون چیزو چی؟ دیزاینشو تو تستش کنم ببینید چی پختم. اصلا واقعا خیلی اصلا خیلی طعم خوشمزه و سنسی داره. توسم بریزم. عالیه واقعا، حتما درستش کنید، ولی شیر خیلی زیاد نریزید و اینکه حتما مایتابتون نسوز باشه. ولی خیلی خوشمزه بود انصافا. بذارم بیام. اگه غذای خفنی از کوکینگ ماما مد نظرتونه حتما تو کامنت ها بهم بگید، حتما براتون درستش میکنم. و اینکه ممنون تا آخر ویدیو با من همراه بودید و ممنون میشم لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره. بهتون گوش رو قطعش کن.